اولیش اسنس حلزون کوزارکس. خیلیاتون از این داریم ولی نحوه درست استفادهش رو نمیدونید. نحوه درستش اینجوریه که شما زمانی که صورتتون رو با شوینده‌تون میشورید و پوستتون هنوز یک مقدار رطوبت داره، نم داره، 2 پاف از این سرم رو کف دستتون می‌ریزید، به صورت ضربه‌ای میزنید و اجازه میدید که یک مقدار جذب بشه و بلافاصله بعد از جذبش از مرطوب استفاده میکنید تا اینکه بخواد اون سرم رو توی خودش حبس بکنه. حالا اگر اکتیو هایی مثل ویتامین C یا رتینول دارید، بعد از اینکه سرمتون رو استفاده کردید از سرم ویتامین C بزنید روی پوستتون و بعد از مرطوب کننده استفاده کنید. روزها یادتون نره حتما ضد آفتاب بزنید و شبها هم بعد از اینکه صورتتون رو شستید، اسنستون رو زدید، از رتینول، حالا من 1% رو میزنم و شما از پایین‌تر شروع کنید و بعد مرطوب کننده‌تون رو بزنید. این بود روتین کلی پوست من.